دیگه کل بدهی تو رو میدادیم تشم چی میموند؟ تشی میموند یه چی غلط کردم جلوتو نگاه کن چرا دیوونه میشی یا حالا خوب بود؟ کی؟ کهنمویی دختره دیگه خوب گفت وارد تو اتاق تو سر چی بود؟ فکر نکن تو مغزت چی بود؟ فکر نکن خیلی خوب من فکر کردم خدایا شکرت که ما پول پیش از یارو گرفتیم. آها یعنی اگه نمیگرفتی؟ معلومه که نمیرفتم. چی میگی تو؟ نستامت خاره آخیش پولو دادی بعد هم؟ دادم بهار بده به وکیلش. گفتم یه دستخطی چیزی هم ازش بگیره بابت یه ماهی که بهمون قول داده دوباره نزنه زیرش. خوب کاری کردی آفرین. میگم خداش رو تو این بهار رو داری یا همه کاره رفیق وکیل حسابدار پول وکالت که بهش نمیدی یه چی هم دستی ازش میگیش جاره بهار واقعا دمش میگم کهنمویی الان زنگ نداره بگه 2 تومن پس بدین. چرا میخندی؟ یه رب دیگه گوشیم زنگ خورده پولمو بدی پولت میکنم. الو جونم کیه کهنمویه؟ سلام برسون. چی؟ مگه صبح چکو ندادی به وکیلش؟ چی میگه؟ خیلی خب هیچ کاری نکن